مدینه محمدجانова ساکن 32 ساله دوشنبه که بر اثر پرونده پرسر و صدای عذاب و عقوبت او در دادگاه عالی تاجیکستان هنوز ادامه دارد، روز 16 دکبر در آرامگاه سر آسیای پایتخت به خاک سپریده شد. مدینه محمدجانова که از 25 آگوست در طول قریب 4 ماه در اینجا در حالت کام تحت طبابت قرار داشت، نیمه دوم روز 15 دکبر یگان بار به اوشن آمده در مرکز ملی طبی شفابخش وفات کرد. خبرنگار رادیوی آزادی خبر داد که مراسم نماز جنازه مدینه محمدجانова در نزد منزل مادرش در دوشنبه دایر شد و در مراسم وداع با این جوانزن یک گروه از فعالان جامعه شهروندی نیز اشتراک کردند. پدر مدینه امون قربایف که بعد جدا شدنش از مادر مدینه در روسیه به سر میبرد قبلا خبر داد که برای روز 16 دکبر از کراسنودار به دوشنبه چپته پرواز گرفته است، ولی معلوم نیست که آیا او به مراسم دفن دخترش رسیده توانست یا نه. همگی یک روز قبل از مرگ مدینه شام 14 دکبر دادگاه عالی تاجیکستان با اعلان نخستین حکم در چارچوب پرونده او مرد همزیستش پرویز دولتوف، یک مقام بلندپایه شرکت میگافون و فرزند دولتعلی دولتزاده معاون سابق امامعلی رحمان در رهبری حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان را به 8 سال زندان محکوم کرد، ولی بلافاصله بر اساس قانون عفو حکم او را تا 5 سال و 4 ماه زندان پایین آورد. پرویز دولتوف طور قبلا دادستانی کل تاجیکستان خبر داد به عذاب و عقوبت عیبدار میشد، ولی دادگاه او را همچنین به بسیارزنی و رساندن به حالت خودکشی عیبدار دانست. محاکمه پرونده عزیزه دولتوف، همسر اول پرویز دولتوف و گمانبر شونده اساسی در عذاب و عقوبت معشوقه شوهرش مدینه محمدجانova در دادگاه عالی هنوز ادامه دارد. بعد مرگ مدینه عیبنامه ضد عزیزه دولتوف را می توانند به عیبنامه نو و سنگین‌تر عوض کنند.